که آوای بوف تقدیم می‌کند. تنهای پرهیاهو. نویسنده بوهمیل هرابال. مترجم پرویز دوایی. راوی ساره مولایی. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. قسمت اول. avayaboof.com. فقط خورشید حق دارد که لکه داشته باشد. یوهان ولفگانگ گوته. 35 سال است که در کار کاغذ باطل هستم و این قصه عاشقانه من است. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم و خود را چنان با کلمات عجین کردم که دیگر به هیئت دانشنامه هایی در آمدم که طی این سالها 3 تنی از آنها را خمیر کردم. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافی است کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده. اما فقط به این صورت است که توانستم هماهنگیم را با خودم و جهان اطرافم در این 35 ساله گذشته حفظ کنم. چون من وقتی چیزی را میخوانم در واقع نمیخوانم. جمله زیبا را به دهان میاندازم و مثل آب نبات میمکم یا مثل لیکوری مینوشم تا آنکه اندیشه مثل الکل در من حل شود، تا در دلم نفوذ کند و در رگ‌هایم جاری شود و به ریشه هر گلبول خونی برسد. به طور متوسط در هر ماه 2 تن کتاب خمیر میکنم. ولی برای کسب قوت لازم به جهت اجرای این شغل شریف طی 35 سال گذشته آنقدر آبجو خوردم که با آن میشد استخری به طول 50 متر یا یک برکه پرورش ماهی را پر کرد. پس علیرغم اراده خودم دانش به هم رساندم و حالا میبینم که مغزم توده‌ای از اندیشه هاست که زیر پرس هیدرولیک بر هم فشرده شده و سرم چراغ جادوی علاءالدین که موها بر آن سوخته است. و میدانم که زمانه زیباتری بود آن زمان که همه اندیشه ها در یاد آدمیان ضبط بود و اگر کسی میخواست کتابی را خمیر کند باید سر آدمها را زیر پرس میگذاشت. ولی این کار فایده‌ای نمیداشت چون که افکار واقعی از بیرون حاصل میشوند و مثل ظرف سوپی که با خودمان به سر کار میبریم آنها را مدام به همراه داریم. به عبارت دیگر تفتیش کننده های عقاید و افکار در سراسر جهان بیهوده کتاب ها را می سوزانند. چون اگر کتاب حرفی برای گفتن و ارزشی داشته باشد در کار سوختن فقط از آن خنده آرام شنیده می شود. چون که کتاب درست حسابی به چیزی بالاتر و ورای خودش اشاره دارد. چندی پیش یکی از این ماشین های جمع و تفریق را خریدم. دستگاه بسیار کوچکی که از کیف بغلی بزرگتر نیست. بعد از آن که به خودم جرأت دادم و با آچار پشت آن را باز کردم حیرت و خنده به من دست داد. چون که دیدم درش هیچ چیز نیست جز جسمی کوچکتر از تمبر پست و نازکتر از 10 ورق کاغذ کتاب. همین. و هوای آکنده از متغیرات ریاضی. وقتی که چشمانم به کتاب درست حسابی میافتد و کلمات چاپ شده را کنار میزنم از متن چیزی جز اندیشه های مجرد باقی نمیماند. اندیشه هایی که در هوا جریان و سیلان دارند، از هوا زندند و به هوا برمیگردند. چون که آخر و عاقبت هر چیزی هواست، هم ظرف و هم مظروف. نان در مراسم عشاء ربانی از هواست و نه از خون مسیح. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطل خمیر می کنم. منی که از سرزمینی برخاستم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد ندارد و در خطه سلطنتی سابقی زندگی می کنم که بر هم انباشتن اندیشه ها و تصاویر با حوصله در ذهن افراد نه فقط رسم بلکه وسوسه‌ای بوده است. اندیشه ها و تصاویری که موجب شادی توصیف ناپذیر و اندوهی از آن هم بزرگتر هستند. در بین مردمانی زندگی می کنم که به خاطر یک عدل اندیشه های برهم فشرده شده حاضرند جان خود را نثار کنند و حالا این همه دارد باز برایم تکرار می شود.
35 سال است که دارم به تناوب دکمه سبز و قرمز دستگاه پرس خود را فشار می دهم و همراه با آن 35 سال هم هست که دارم بیوقفه آبجو می خورم. نه اینکه از این کار خوشم بیاید، از میخواره ها بیزارم. می نوشم تا بهتر فکر کنم، تا به قلب آنچه می خوانم بهتر راه یابم. چون که من وقتی چیزی می خوانم برای تفنن و وقت کشی یا بهتر خوابیدن نیست. منی که در سرزمینی زندگی می کنم که از 15 نسل پیش به این سو بی سواد نداشته است، می نوشم تا آنچه می خوانم خواب را از چشم بگیرد که مرا به رعشه بیاندازد. چون که با هگل در این عقیده همراه هم که انسان شریف هرگز به اندازه کافی شریف نیست و هیچ تبهکاری هم تمام و کمال تبهکار نیست. اگر می توانستم بنویسم کتابی می نوشتم درباره بزرگترین لذات و بزرگترین اندوه‌های بشری. از کتاب و به مدد کتاب است که آموختم که آسمان به کلی از عاطفه بی بهره است. نه آسمان عاطفه دارد و نه انسان اندیشمند. نه اینکه انسان بخواهد که بی عاطفه باشد، ولی وجود عاطفه در او خلاف عقل سلیم است. کتاب‌های نادر و ذی‌قیمت زیر دست‌های من و در پرس هیدرولیکم جان می‌دهند و من نمی‌توانم جلوی جریان و شتابشان را بگیرم. من چیزی جز قصابی رئوف نیستم. کتاب به من لذت انهدام را آموخته است. ابر انفجار و گروه‌های تخریب را دوست می‌دارم. می‌توانم ساعت‌ها بایستم و حرکات تلمبه‌زنی به دقت هماهنگ متخصص‌های انفجار را در کار به هوا پاشیدن کل یک بلوک ساختمانی تماشا کنم. حرکاتی را که به تلمبه زدن برای باد کردن لاستیکی عظیم می‌ماند. از دیدن آن لحظه‌ای سیر نمی‌شوم که تمام آجرها و سنگها و تیراهنا به هوا می‌روند تا دوباره نرم سرازیر شوند. مثل رختی که به زیر می‌افتد. مثل کشتی که پس از انفجار دیگه بخارش به سرعت به کف اقیانوس می‌رود. در میان غبار انفجار و موسیقی انهدام می‌ایستم و به کارم در قلب زیرزمین فکر می‌کنم. زیرزمینی که در آن دستگاه پرسم قرار گرفته. دستگاهی که 35 سال است زیر نور چند تا لامپ دارم با آن کار می‌کنم. بالای سرم در حیاط کارگاه صدای پاها را میشنوم و از سوراخی که در وسط سقف زیرزمین قرار دارد، چنان که از شاخ برکت نعمتها سرازیر شوند، کیسه ها و جعبه ها و بسته های کاغذ و کتب کهنه را به پایین فرو میریزند. چاقه های خشک گل فروشی ها، کاغذ های بسته بندی عمده فروشی ها، برنامه های قدیمی تئاترها و بلیط های اتوبوس ها، کاغذ بسته بستنی ها و اسکیموها، ورقای رنگ پاشیده کاغذ دیواری، توده های کاغذ خیس و خونالود قصابی ها، کاغذ باتله های بسیار تیز و برای مغازه های عکاسی، محتوی سبد کاغذ باتله های ادارات، نوارهای ماشین تحریر، دسته‌گل‌های پلاستیده تولد، گاهی در میان بسته روزنامه‌ها یک قطعه سنگ فرش پیدا می‌کنم که مخصوصاً گذاشتن تا بسته سنگین‌تر شود، یا چاقوی قلم تراش و قیچی که سهواً به جا مانده، یا چکش چنگکدار میخکشی، کارد قصابی، فنجانی با ته مانده خشک شده قهوه در آن، یا دسته‌گل‌های رنگ پریده عروسی و حلقه گل مصنوعی مخصوص مراسم تشییع. 35 سال است که دارم این همه را زیر پرس هیدرولیکم روی هم میکوبم و حاصل کارم را با کامیون و سپس قطار به کارخانه کاغذسازی میبرم که در آنجا کارگران سیم‌های دور بسته‌بندی‌ها را پاره کنند و محتوی آنها را در قلیا و اسیدی بریزند که حتی تیغ‌های ریش تراشی را که مرتب دست مرا می‌برند ذوب می‌کند. ولی مثل ماهی زیبایی که در میان آب‌های آلوده کارخانه‌ها گاهی رخ می‌نماید، در این سیل جاری کاغذ باطله‌های من نیز گاهی عطف کتاب نادر و ذی‌قیمتی به چشم می‌خورد. چند لحظه مبهوت به سوی دیگری نگاه می‌کنم. ولی بعد برمیگردم و دست می‌کنم و از بین کاغذ باطل‌ها درش می‌آورم.
اول با پیشبندم پاکش میکنم. بازش میکنم، عطر حروف چاپ شدهش را مینوشم، نگاهم را به متن میدوزم و نخستین جملهش را همچون پیشگویی هومرواره‌ای میخوانم. بعد کتاب را با احتیاط در میان کشفیات درخشان دیگرم در جعبه کوچکی قرار می دهم که دور تا دورش را شمایل‌های قدیسان چسباندم. اوراقی که کسی همراه با توده‌ای از کتاب‌های دعا به اشتباه به زیرزمین من افکنده است. بعد نوبت به مراسم رسمی من به اشاع ربانیم می رسد. چون که من نه فقط این کتاب‌ها را به دقت می خوانم، بلکه بعد از خواندنشان بر می دارم و در داخل بسته‌بندی کاغذها قرار می دهم. نیاز دارم که بسته‌بندی هایم را تزیین کنم، بهشان مهر شخصیت خاص خودم را بزنم، امضایم را رویشان بگذارم. نگرانی همیشگیم این است که به هر بسته‌بندی تشخص و تمایز بخشیدم یا نه. در هر روز کار باید 2 ساعت اضافه در زیرزمین وقت صرف کنم. هر روز باید 1 ساعت زودتر به سر کار بیایم. گاهی برای کوه بی پایان کاغذ باطله ها ناچارم شنبه ها را هم کار کنم. ماه گذشته تقریباً 600 کیلو باسمه از کارهای نقاش‌های کلاسیک برایمان جزو کاغذ باطله ها آوردند. 600 کیلو ورقه های خیس از کارهای رامبراند، هالسه، مونه، مانه، کلیمت، سزام و سایر سران و سروران عالم نقاشی اروپا را به داخل زیرزمین من سرازیر کردند. در نتیجه حالا من دور تا دور هر یک از بسته‌بندی های کاغذ باطله هایم را با این تابلوها قاب می گیرم و شب که شد و بسته‌بندی ها با شکوه هر چه تمامتر در کنار یکدیگر منتظر آسانسور بارکش ردیف شدند، چشم از آنها نمی توانم بردارم. اینک نگهبان شب، اینک ساسکیا، اینک صبحانه بر چمن، اینک خانه مرد به دار آویخته و اینک گرنیکا. از این گذشته من در دنیا یگانه کسی هستم که می‌داند در اعماق پیکر هر بسته‌بندی کاغذ باطله یک فاوست یا دون کارلوس گشوده نهفته است. اینجا مدفون در زیر توده‌ای مقوای خونالود یک هایپریون فرو خفته، اینجا له شده در زیر توده‌ای از پاکت‌های خالی سیمان یک چنین گفت زرتشت آرمیده است. بر عرصه زمین من یگانه کسی هستم که می‌داند در کدام بسته‌بندی کاغذ باطله گوته پنهان است، در کدام شیلر، در کدام هولدرلین و در کدام نیچه. به یک معنی در جهان من یگانه کسی هستم که هم هنرمند است و هم تماشاگر. اما فشار کار روزانه خوردم می کند، از پا می اندازدم، له و لوردم می کند و رمقم را می کشد. این است که برای اندکی کاستن از فشار این بار عظیم سبو پشت سبو آبجو می نوشم. و در راه رسیدن به آبجوخانه هوسنسکی وقت دارم که فکر کنم بسته‌بندی بعدیم باید چه صورتی به خودش بگیرد. فقط به این دلیل این همه آبجو می نوشم که بتوانم آینده را بهتر ببینم. چون که من در هر بسته‌بندی کاغذ یک یادگاری ذی قیمت دفن می کنم. تابوت کوچک کودکی، آکنده از گلهای خشک و پولک و نوارهای براق تزئینی. بستر جمع و جور و مطبوعی برای کتاب‌هایی که از زیر زمین من سر درآوردند، همانطوری که خود من زمانی از آنجا سر درآوردم. برای همین هم همیشه از کارم عقب هستم. برای همین هم حیات کارگاه تا لب بام آکنده از توده کاغذهای باطله است که از سوراخ زیرزمین تو نمی رود، چون که کوه کاغذهای باطله داخل زیرزمین راهش را سد کرده است. رئیس من با صورت بنفش از خشم گاهی با چنگکش این سوراخ را باز می کند که از بالا سرم داد بکشد: هانتا کجایی؟ محض رضای خدا به کتاب‌ها زل نزن و کارت را بکن. حیات را کاغذ ورداشته و تو آن پایین نشسته و توی عالم هپروتی؟ و من
مثل حضرت آدم در میان خلنگزارها در خودم جمع می شوم. کتابی را بر می دارم و چشمهایم با هراس به درون دنیایی سوای جهان اطراف خودم باز می شود. چون که وقتی شروع به خواندن می کنم به عالم دیگری فرو می روم. در متن غرق می شوم. خودم هم حیرت می کنم و باید گناهکارانه اعتراف کنم که واقعا در عالم رویا بودم. در دنیای زیباتر، در قلب حقیقت. هر روز روزی 10 بار از اینکه از خودم چنین به دور افتاده بودم غرق اعجاب می شوم. بعد از خود رانده و با خود بیگانه از کار برمیگردم. در خیابانها خاموش و غرق تفکر راهی می شوم. در ابری از کتابها از کنار ترامواها و اتومبیلها و آبران می گذرم. کتابهایی را که امروز پیدا کردم با خود در کیف دستیم می گذارم و به خانه می روم. ناخودآگاه بیان که به آبری یا تیر چراغی تنه بزنم با بوی عفونت آبجو و بوی چرکی تنم لبخند بر لب درگذرم، چون که کیف دستیم پر از کتاب‌هایی است که انتظار دارم همان شب بر من درباره خودم رازهایی را بگشایند که نمی‌دانم. در خیابان‌های پر سر و صدا و شلوغ پیش می‌روم. پشت چراغ قرمز می‌ایستم. یاد گرفتم که ناخودآگاه راه بروم، نیمه خواب و در اوج زیبای پرواز روح، در حالی که آوای بسته های کتابی که آن روز تکمیل کردم در درونم دارد نرم و آرام محو می شود. نسبت به وجود مجسم خودم احساس خاصی دارم. احساس یک بسته از کتاب‌های برهم فشرده شده، جایگاه یک شعله کوچک، چراغکی در یخچال گازی که هر روز با روغن اندیشه‌هایم خوراکش می‌دهم. اندیشه‌هایی که در جریان کار روزانم برخلاف خواست خودم از کتاب‌ها حاصل کردم. کتاب‌هایی که حالا دارم در کیف دستی با خودم به خانه می‌برم. پس چون خانه‌ای مشتعل، چون آغلی مشتعل به خانه برمیگردم. نور زندگی از آتش برمیخیزد و آتش از مرگ چوب. اندوی خصم زیر خاکسترها درنگ کرده و من 35 سال است که دارم زیر پرس هیدرولیکم کاغذ باطل روی هم میکوبم. 5 سال دیگر مانده تا بازنشسته شوم و پرس من هم با من بازنشسته می شود. دست از پرسم بر نمی دارم. پولهایم را جمع کردم. دفترچه پسنداز دارم و من و پرسم با هم بازنشسته می شویم. چون که خیال دارم پرس را از مؤسسه بخرم. خیال دارم ببرمش به خانه. ببرم و در باغچه منزل داییم بین درختها جایی برایش در نظر بگیرم. و بعد به موقعش فقط روزی 1 عدل کاغذ درست می کنم و چه عدلی. ختم همه عدلها. مجسمه، یک اثر هنری، همه توهم‌های جوانیم را درش می‌ریزم. هر آنچه را می‌دانم، هر آنچه طی 35 سال کار مداوم یاد گرفتم. آن وقت دیگر فقط موقعی کار می‌کنم که شوق لحظه برم انگیزد، که الهام بهم دست بدهد. روزی 1 عدل از 3 تن کاغذی که در خانه انتظارم را می کشد. 1 عدل که انسان ازش احساس سرفکندگی نکند. 1 عدل که پیشا پیش فکرش را در ذهن بافتم، که سر فرصت بهش اندیشیدم و مهمتر از آن وقتی که کتاب و کاغذهای باطله را در تبله دستگاه پرسم می چینم، در کار این آفرینش زیبا و 1 لحظه پیش از آن که دکمه را بزنم بر کاغذهای باطل پولک و باریکه‌های کاغذی رنگارنگ می‌پاشم و بعد در پایان سال در باغ داییم نمایشگاهی از عدل‌های کاغذی ترتیب می‌دهم و تمام کسانی که به دیدن نمایشگاه می‌آیند می‌توانند در دستگاه پرس من عدل‌های کاغذی خودشان را درست کنند. منتها زیر نظارت من. و وقتی که چراغ روشن می‌شود و پرس به حرکت در می‌آید، وقتی که پرس با نیروی فوق‌العاده‌اش شروع به خرد کردن و بر هم فشردن کاغذ باطله‌های مزین با کتاب‌ها و گل‌ها و هر نوع زباله‌ای می‌کند که افراد همینطوری با خودشان همراه آوردند، تماشاگر حساس شخصاً فشار پرس را احساس خواهد کرد. ولی حالا تاریک روشن غروب است و من در خانه هستم. بر چارپایه‌ای نشستم و سرم پایین و پایین تر می رود تا عاقبت لبهای مرطوبم بر زانویم قرار می گیرد و تنها
به این صورت است که به خواب می روم. گاهی در این وضع تا نیمه شب باقی می مانم و وقتی که جمع شده در خیش مثل بچه گربه‌ای در زمستان مثل قالب یک صندلی نانویی سر بر می دارم، می بینم که آب دهانم سر زانوی شلوارم را خیس کرده است. چون که من می توانم به خودم تجمل مطرود بودن را روا بدارم، هرچند هرگز مطرود نیستم، فقط جسماً تنها هستم، تا بتوانم در تنهایی به سر ببرم که ساکنانش اندیشه ها هستند. چون که من یک آدم بیکله ازلی ابدی هستم و انگار که ازل و ابد از آدمهایی مثل من چندان بدشان نمی آید. 35 سال است که دارم کاغذ باطل روی هم میکوبم و در این مدت آنقدر کتاب‌های زیبا به سردابه‌ام سرازیر شده که اگر 3 انباری می داشتم پر می شد. جنگ دوم جهانی که تمام شد، یک روز شخصی یک سبد کتاب در داخل تبله پرس هیدرولیک من ریخت. سبدی از زیباترین کتاب‌ها. وقتی که ضربان قلبم کمی آرام گرفت، یکی از این کتاب‌های مزین را برداشتم و بگو چه دیدی؟ مهر کتابخانه سلطنتی پروس بر کتاب نقش بسته بود. روز بعد که به سر کارم رفتم، دیدم که زیرزمینم پر است از همین جنس کتاب‌ها با جلدهای چرمی که عطف و عنوان طلاکوبش فضا را روشن کرده است. دویدم بالا به حیاط و در آنجا 2 نفر را دیدم که ایستادند و هر جوری بود ازشان درآوردم که جایی در حوالی نو استراشتسی یک انباری پر از کتاب هست، کتاب‌های ولو شده در میان کاه‌ها، آنقدر کتاب که چشم از دیدنشان سیر نمی شود. رفتم پیش کتابدار ارتشی و 2 روانه نو استراشتسی شدیم و دیدیم که در آنجا نه فقط یکی که 3 انباری پر از کتاب‌های کتابخانه سلطنتی پروس هست. بعد از آن که از تحسین این ذخیره گرانبها باز ایستادیم، ترتیبی دادیم که کاروانی از اتومبیل‌های ارتشی این کتاب‌ها را به یکی از جناح‌های ساختمان وزارت امور خارجه در پراگ منتقل کند که فعلا همونجا بماند تا بعد که اوضاع کمی آرام گرفت کتاب‌ها را به مرکز اصلیشان بفرستند. ولی در این بین کسی مخفیگاه را لو داد و کتاب‌های کتابخانه سلطنتی غنیمت جنگی اعلام شد و باز کاروانی از اتومبیل‌های ارتشی به راه افتاد و این کتاب‌ها را با جلدهای چرمی طلاکوبشان به ایستگاه راهن برد که بعد آنها را بر واگن‌های باری بیدر و پیکر بار زدند. باران می‌آمد. تمام هفته سیل از آسمان سرازیر بود. آخرین محموله کتاب‌ها را آوردند و بار زدند و قطار در باران شدید به راه افتاد، در حالی که از اطراف واگن مرکب چاپ و آب طلا سرازیر بود. تکیه داده بودم بر تیر چراغ و مات و مبهوت به این صحنه نگاه می‌کردم. وقتی که آخرین واگن در میان پرده باران ناپدید شد، حس کردم که بر چهرم اشک و باران در هم آمیخته است. در خروج از ایستگاه سر راه پلیس اونیفرم پوشی را دیدم. جلو رفتم و مچ دستها را متقاطع بر هم گذاشتم و 2 دست را پیش بردم و از او استدعا کردم که دستبندش را، علنگوهایش را به اصطلاح ما در بیاورد و به دست من بزند و مرا با خودش ببرد، چون من مرتکب جنایت شدم، جنایتی علیه بشریت. و وقتی که این مأمور پلیس مرا با خود به کلانتری برد و قضیه را فهمیدند، به من خندیدند و تهدید کردند که به زندانم میاندازند. چند سال دیگری که با این وضع سر کردم دیگر عادتم شد. بار بار کتاب‌های کتابخانه‌های قصرهای شهرها و روستاها را، کتاب‌های نادر زیبا با جلدهای چرمی و تیماجی را بار قطار می‌کنم و همچی که 30 واگن پر شد، قطار راهی سوئیس یا اتریش می‌شود. 1 کیلوگرم کتاب در قبال 1 کرون پول قابل تسعیر و خم به ابروی هیچ کس هم نمی آمد. هیچ کس قطره اشکی نمی ریخت. حتی خود من. تنها کاری که می کردم این بود که با لبخندی تماشا می کردم که چطور این کتابخانه‌های بی نهایت گرانبها را بار می زنند و در قبال کیلو 1 کرون به سوئیس یا اتریش می فرستند. تا آن زمان دیگر قدرتی به هم رسانده بودم که با متانت با بدبختی روبرو شوم و احساساتم را خفه کنم.
کم کم داشتم لذت انهدام را در میافتم. همچنان کتاب‌ها را در قطارها بار می‌زدند و من تکیه داده بر تیر به چراغ سرخ واگن انتهایی چشم می‌دوختم و حال لئوناردو داوینچی را داشتم که نگاه می‌کرد که چطور سربازهای فرانسوی مجسمه اسب سوار او را هدف تمرین تیراندازی قرار دادند. نگاه می‌کرد که چگونه اسب و سوار تکه تکه زیر گلوله فرو می‌ریزند و از فکرم می‌گذشت لئوناردو هم که در آن لحظه مثل من ایستاده و با متانت ناظر این اعمال وحشتناک است، به این نتیجه رسیده که نه در آسمان ها نشانی از عطوفت هست و نه در وجود آدمیزاد دوپا. در این احوال روزی به من خبر رسید که مادرم در حال مرگ است. فوراً روی دوچرخه‌ام پریدم و راهی خانه مادری شدم. در خانه چون تشنه‌ام بود به زیرزمین رفتم و سبوی سفالی شیر ترش خنک را با 2 دست برداشتم و داشتم با ولم می نوشیدم که ناگهان نگاهم در ته سبو به 2 چشم افتاد که در برابر چشمان خودم شناور بود. ولی چون تشنه بودم به نوشیدن ادامه دادم تا آنکه چشمها مثل چراغ قطاری که وارد تونل شود به شکل خطرناکی نزدیک و نزدیکتر شد و بعد ناگهان ناپدید و دهان من پر شد از چیزی زنده و جنبان. دست کردم و پای قورباغه‌ای را گرفتم. از دهانم بیرون کشیدم و بعد از آنکه در باغچه رها کردمش برگشتم تا شیر ترش را مثل لئوناردو با متانت تمام کنم. مادرم که مرد در درونم گریه کردم ولی حتی قطره اشکی هم نریختم. از محل مرده سوزخانه که در می آمدم چشمم به دودکش افتاد که دود می کرد. مادرم نرم و زیبا راهی آسمان ها بود. قبل از ترک محل تصمیم گرفتم سری به زیرزمین مرده سوزخانه بزنم. مگر نه آنکه کارکنان این محل در زیرزمینشان با آدمها همان کاری را می کردند که من در زیرزمین خودم با کتابها می کردم. آنقدر صبر کردم تا مراسم تمام شد و 4 جسد را در کوره سوزاندند که مادرم سومیش بود. بی حرف و حرکت چشم با آخرین وضعیت بشری دوخته بودم. همکار خودم را دیدم که استخوان‌ها را از کوره درآورد و در آسیاب دستی نرم کرد. مادرم هم در آسیاب نرم شد و کارگر مربوط آخرین بقایای مادی او را در جعبه‌ای فلزی ریخت. من تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که سر جایم بایستم و خیره بمانم. همانطوری که به قطارهای خیره می ماندم که آن گنجینه کتابخانه‌های بیمانند را در قبال کیلویی 1 کرون به سوئیس و اتریش می بردند. به یاد شعری از سندبرگ افتادم که می گفت تمامی آنچه از یک فرد بشری باقی می ماند گوگردی است که جعبه کبریتی را کفایت کند و آهنی که بتوان با آن میخی ساخت که انسان بتواند از آن خود را حلق‌آویز سازد. 1 ماه بعد که خاکستر مادرم را رسما تحویل گرفتم، ظرف خاکستر را نزد داییم به باغ او و به کنار برجک سوزنبانی که در باغ به پا کرده بود بردم و داییم به دیدن ظرف خاکستر ندا داد: خواهرکم، عاقبت به خانه برگشتی؟ ظرف خاکستر را که به دستش دادم آن را قدری بالا و پایین و وزن کرد و گفت که خواهرش انگار همچقدری سبکتر شده است. زنده که بود 75 کیلو وزن داشت. بعد ظرف را در ترازو گذاشت و حساب کرد که لااقل 5 کیلوگرم کم دارد و آخر ظرف را برداشت و سر قفسه جا داد. تابستان که شد و داییم داشت خاک باغچه ترب‌های سبز را بیل می‌زد، به یاد خواهرش افتاد که چقدر ترب سبز را دوست داشت و رفت و ظرف خاکستر را آورد و درش را با کمپوت بازکن باز کرد و خاکسترها را بر کرت ترب سبز ریخت و بعد فصلش که شد این ترب‌ها را کندیم و خوردیم. تا مدت‌های مدید بعد از آن هر وقت که دستگاه پرسم در آخرین مرحله کتاب‌های زیبا را با فشار 20 اتمسفر خرد می‌کرد، صدای در هم شکستن اسکلت آدمی را می‌شنیدم و احساس می‌کردم که دارم جمجمه و استخوان کلاسیک‌ها را خرد می‌کنم. به یاد آن تکه‌ای در تورات می‌افتادم که می‌گفت:
ما همچون دانه های زیتونی هستیم که تنها هنگامی جوهر خود را بروز می دهیم که در هم شکسته شویم. کار در هم کوبیدن کاغذهای باطله که تمام شد، دور تا دور هر عدل کاغذ را تسمه آهنی می کشم و تسمه را تا آخرین حد ممکن سفت می کنم که کتابها هر قدر هم زور بزنند نتوانند در بروند. در این حال فکرم پیش این زورآزماهای سیرک است که زنجیری به سینه می بندند و قفسه سینه را تا سرحد اشباع برای گسستن زنجیر از هوا پر می کنند. ولی عدل کاغذ باطله در آغوش پولادیش امن و امان و درون عدل مثل داخل ظرف خاکستر بقایای انسانی ساکت و آرام است و من این عدل سر به راه را بر چهارچرخه‌ای به کنار پیوندانش میرسانم و میچرخانمش جوری که آن سمتی را که دیوارش با باسمه‌های نقاشی پوشیده شده پیش چشم داشته باشم. چون که این هفته سر و کارم با 100 باسمه از رامبراند بود، 100 تصویر واحد از چهره پیری هنرمند، چهره قاچ قاچ مثل قارچ، چهره مردی که هنر و مشروب او را به لبه ابدیت کشانده است و می‌بینید که دستی ناپیدا دارد دستگیره در آخری را از بیرون میچرخاند و در هر لحظه است که باز شود. من هم کم کم دارم چهره پف کرده مشابهی به هم میرسانم، چهره‌ای چون خمیر خشک شده، مثل دیواره پوسته شده آبریزگاه‌های عمومی، نیمه لبخند ابلهانه‌ای بر لب و دارم به دنیا از آن سوی علتها و رویدادهای انسانی نگاه میکنم و تمام عدلهای کاغذیم امروز دیوارهشان با تصویر چهره پیری آقای رامبراند وان راین پوشیده شده و من همینطور یک بند دارم کتاب‌های گشوده شده و کاغذ باطل در داخل شکم دستگاه فشاری میچینم. امروز برای اولین بار متوجه شدم که دیگر در بین کاغذ باطله هایم دنبال موشها و لانه و زاد و زودشان نمیگردم. معمولاً بچه موشها را که هنوز چشمشان باز نشده بود وقتی در تبله دستگاه میانداختم، مادرشان هم به دنبال آنها به درون تبله میپرید که در سرنوشت بچه ها و کلاستیک ها و کاغذ باطله ها شریک شود. آدم باورش نمیشد که در یک همچه زیرزمینی چقدر موش پیدا می شود. بیشترشان از این موشهای کوچولوی خوشخلقی هستند، در تولد نیمه کور که دوست دارند با آدم رفیق شوند. موجوداتی که با هم یک خاصیت مشترک داریم و آن نیاز شدیدمان به ادبیات است. با رجحانی خاص نسبت به گوته و شیلر با جلدهای تیماجی. زیرزمین من مدام پر است از چشمان ریز درخشان و صدای خرت خرت جویدن کتاب‌ها. موشا بیکار که باشند مثل گربه‌ای بازیگوشی می‌کنند. از تنه پرس بالا و پایین می‌روند. با پاهای کوچکشان روی میله افقی پرس می‌دوند. ولی وقتی که دکمه سبز را می‌زنم و دیواره تبله به حرکت در می‌آید، یک جور پریشانی و آشوبی در موشها می‌افتد. صدای جیرجیرها قطع می‌شود. موشها ناگهان حالت جدی به خود می‌گیرند. روی دو پا می‌ایستند و گوش تیز می‌کنند که این صداهای تازه چیست و از کجاست. ولی چون موش با گذر لحظه آن را فراموش می‌کند، باز برمیگردند به سراغ بازی‌هایشان و به خرت خرت جویدن کاغذها. کاغذ هم مثل پنیر جا افتاده و شراب کهن هر قدر کهنه‌تر خوشمزه‌تر. زندگی من آنچنان با این موشها در هم آمیخته است که حتی وقتی هر شب سر شب کاغذ باطله ها را حسابی با شیلنگ به آب می‌بندم و خیس می‌کنم، جوری که زیر زمین حکم استخر آبی را پیدا می‌کند، باز موشها خلقشان تنگ نمی‌شود و حتی انگار که این آبتنی را انتظار می‌کشند، چون که بعدش ساعتها در کنام کاغذیشان خود را می‌لیسند و گرم می‌کنند. بعضی وقتها اختیار موشهایم از دستم در می‌رود. از زیر زمین بیرون می‌زنم و غرقه در فکر به آبجو فروشی می‌روم. در حالت خواب و خیال پشت پیشخوان می‌ایستم. آخر سر که دکمه کتم را باز می‌کنم که کیف بغلیم را در بیاورم، موشی بر پیشخوان می‌جهد. یا وقتی که راه می‌افتم که بروم،
2 موش از پاچه شلوارم بیرون می‌دوند. مستخدمه های میخانه دیوانه میشوند و میپرند روی صندلی و انگشت در گوش کرده از بیخ گلو جیغ میکشند و من فقط لبخندی به لب آورده دستی ولرم و نیمه خیس به خداحافظی تکان میدهم و راهی میشوم. کلم پر از نقشه هایی است که برای بسته‌بندی بعدی کاغذهایم دارم. 35 سال است که دارم بسته های کاغذ باطله را به تشنج می اندازم و چوب خط روز و ماه و سال را نگه می دارم که کی من و پرسم باز نشسته می شویم. در تمام این سالها هر شب با خودم چند کتاب در کیف دستیم به خانه بردم و آپارتمانم در طبقه دوم محله هولشویتسه مملو از کتاب است. زیرزمین و انباری ابزار از مدتها پیش پر شده و آشپزخانه و انباری غذا و حتی مستراح خانه را کتاب انباشته. در اتاقم تنها باریکه راهی تا پنجره باز است و تا اجاق غذا و در مستراح هم جا فقط برای نشستن باقی مانده. درست بالای لگن توالت و 1.5 متر بالاتر از کف مستراح چند ردیف الوار به دیوار نصب کردم که بر آنها تا سقف کتاب چیده شده. چیزی بیش از 500 کیلو کتاب و یک حرکت بی‌توجه موقع بلند شدن یا نشستن تنه کوچکی به ستون اصلی حامل قفسه‌ها کافی است تا نیم تن کتاب بر من سرازیر و مرا با شلوار پایین کشیده خرد و خمیر کند. وقتی که دیدم در خانه دیگر حتی برای 1 دانه کتاب جا نیست، 2 تخت خوابی را که داشتم به هم چسباندم و بالای سر تخت خواب دادم یک جور سایبان درست کردند که باز رویش تا سقف 2 تن دیگر از کتاب‌هایی را که هر شب از محل کارم به خانه می آوردم چیدم و پر کردم. وقتی که می خوابم این کتاب‌ها مثل یک کابوس 2 تنی بر رویای من فشار می آورند. بعضی وقتا که بی هوا می غلطم یا در خواب داد می زنم با وحشت می شنوم که کتاب‌ها جابجا می شوند. چون که کمترین تماس زانو یا فریادی کافی است تا آوار کتاب‌ها بر سرم فرود بیاید. سیلی جاری از این شاخ فراوانی مملو از کتاب‌های نادر که مرا مثل شپشی در زیر خودش له کند. شب‌هایی هست که به نظرم میرسد کتاب‌ها به خاطر آنکه روزی 100 موش بیگناه را له و لورده می‌کنم علیه من دست به یکی کردند و می‌خواهند به انتقام با من تسویه حساب کنند. عمل خلاف بی مجازات نمی‌ماند و تجاوزهای ما مدام روحمان را می‌آزارد. نیمه مست زیر طاقی فرسنگ‌ها متن کتاب بر پشت می‌افتم و سعی می‌کنم یادهای ناخوش را، خاطره مکافات اعمال بد را از ذهنم برانم ولی نمی‌شود. جنگلبان ناحیه‌مان را به یاد می‌آورم که یک بار یک دله در آستر آستین کتش یافت و به جای آنکه حیوان را به خاطر کشتن و خوردن جوجه مرغ‌ها عادلانه بکشد، میخی در سرش کوبید و ولش کرد تا دور محوط آنقدر بدود و جیغ بکشد تا کارش تمام شود. بعد به یادم آمد که 1 سال بعد پسر همین جنگلبان را موقع کار با دستگاه سیمان قاطی کن سیم لخت برق به کله‌اش گرفت و کشت. همین دیشب بی خود و بی جهت در زیر خیمه کتابهایم ریخت شکاربانی به یادم آمد که هر وقت که در جنگل‌های اطراف ما به پیکر درهم شده جوجه تیغی می رسید، تکه چوبی را که قبلا تیز کرده بود در شکم حیوان فرو می برد. چون که جوجه تیغی ارزش گلوله حرام کردن را نداشت. این آدم مدتی بعد دچار سرطان کبد شد و به بستر افتاد. و به جای آن همه جوجه تیغی 3 ماه تمام با غده‌ای در شکم و وحشت در مغز توی خودش جمع شده بود و جان میکند تا مرد. این هاست افکاری که وقتی صدای دسیسه کتاب‌ها را بالای سرم میشنوم مرا به وحشت میاندازد که نکند این آوار کتاب بر سرم سرازیر شود و اول مرا بر بسترم له کند و بعد کف اتاق را سوراخ کرده و به طبقه پایین و از آنجا تا خود زیرزمین مثل آسانسور فرود بیاید. وحشت از این افکار است که باعث می شود شبها به جای خفتن بر بستر بر چارپایه‌ای در کنار پنجره بخوابم. خوب که فکر می کنم اجزای زندگیم کاملا با هم جور است.
در محل کارم از سوراخ سقف زیرزمین نه فقط کتاب که بطری خالی و دوات و ماشین مفتول زنی بر سرم سرازیر می شود و در خانه بالای سرم کتاب ها مدام تهدید می کنند که مرا یا می کشند یا حداقل ناقصم می کنند. این شمشیر داموکلسی که از سقف اتاق و مستراح خانه‌ام آویختم وادارم می کند که به همان تعداد دفعاتی که در محل کارم به آبجوخانه می روم در خانه هم با صبوح راه آبجوخانه را در پیش بگیرم و این یگانه وسیله دفاع من در مقابل این فلاکت زیباست. هفته یک بار به دیدار داییم می روم و در باغ بزرگ او دنبال جایی می گردم که وقتی من و پرسم بازنشسته شدیم پرس را در آنجا قرار بدم. فکر خریدن پرس موقعی که بازنشسته شدم فکر من نبود، فکر او بود. داییم 40 سال در راهن کار کرد. کارش بالا بردن و پایین آوردن تیرک راهداری در تقاطع‌ها بود. 40 سال در مقام راهدار. 40 سال مثل من در زندگیش هیچ شوق و لذتی به جز کارش وجود نداشت و بعد که بازنشسته شد دید که بدون اتاقک راهداری نمیتواند زندگی کند. این است که رفت و از یک ایستگاه راهن متروک حوالی مرز برجک دست دومی خرید و اتاقکی درست کرد و برجک و دستگاه کنترل تیرک راهداری را در آنجا نصب کرد و بعد خودش و چند تا از رفقایش که لوکوموتیو ران‌های بازنشسته بودند پولهایشان را روی هم گذاشتند و از اسقاط فروشی یک لوکوموتیو کوچک مارک اورنشتاین و کوپل که زمانی در کارخانه ذوب آهن واگن‌های بیجه داره و اتاقک‌های حمل زغال را می‌کشید و مقداری ریل و 3 تا واگن کوچک که جایی در انبار قراضه فروشی‌های راهن پیدا کردند خریدند و توی آن باغ کهن دور تا دور درخت‌ها را ریل گذاری کردند و بعد هر شنبه و یک شنبه این لوکوموتیو کوچک را سوخت می‌زدند و بعد از ظهرها به بچه‌ها سواری می‌دادند. بعد غروب که می‌شد می‌نشستند به آبجو خوردن و آواز خواندن. خودشان شنگول سوار قطار می‌شدند یا دست جمعی در لوکوموتیو می‌ایستادند که لوکوموتیو با این گروه هیئت مجسمه نیل خدای رودخانه را پیدا می‌کرد. پیکر لمیده آدونیس که بر آن جا به جا پیکرهایی نشانده بودند. یک روز باز برای نشان کردن جای پرس به دیدار داییم رفتم. این وسط هوا کم کم تاریک شد و من قطار را دیدم که با چراغ‌های روشن با آخرین سرعت درخت‌های سیب و گلابی را دور می‌زد و داییم را دیدم که در اتاق راهداری نشسته و سوزن خط را جابجا می‌کند. و از برق گاهگداری پیمانه آبجوخوریش میشد فهمید که او هم مثل لوکوموتیو کوچکش روغن زده و رو به راه است. از میان هلهله و داد و فریاد بچه‌ها گذشتم بدون آنکه کسی دعوتم کند که به نزدشان بیایم و مشروبی تعارفم کند. سخت سرگرم بازی‌هایشان بودند که در واقع چیزی جز ادامه شغلی که یک عمر با شوق انجام داده بودند نبود. راهم را مثل هابیل داغ بر پیشانی ادامه دادم و 1 ساعتی برای خودم چرخیدم. بعد که برگشتم ببینم کسی صدایم میزند یا نه دیدم که هیچ کس در بند من نیست. و بعد از عبور از در بزرگ باغ یک بار دیگر برای آخرین بار برگشتم و در روشنایی فانوسک‌ها و اتاقک روشن تنها چیزی که دیدم حرکات درهم و برهم سایه پیرمردها و بچه‌ها بود و قطار که بار دیگر در مسیر ریل‌های پوسیده و جا به جا قطع شدهش سودزنان می‌کوبید و می‌رفت. صدای قطار مثل نغمه‌ای از ارگ دستی بود که مدام آهنگ واحدی را تکرار کند. آهنگی چنان گیرا و روح‌نواز که آدم دیگر در تمام عمر نخواهد نغمه‌ای جز آن بشنود. هرچند از آن راه دور بعید بود که کسی بتواند مرا ببیند. می‌دانستم که داییم مرا دیده و در تمام مدتی که لابلای درخت‌ها می‌گشتم چشم از من بر نداشته. در این لحظه داییم دستش را از روی دسته اهرم کنترل برداشت و انگشت‌ها را به شکل غریبی
جوری که بخواهد هوا را مرتعش کند برایم تکان داد و من هم برایش دست تکان دادم. در آن لحظه حال کسانی را داشتیم که در دو قطار که در جهت مخالف یکدیگر در حرکت هستند با تکان دادن دست با هم خداحافظی کنند. در راه برگشتن وقتی که به حومه پراگ رسیدم سوسیسی خریدم و موقعی که شروع به خوردن آن کردم ناگهان وحشتم گرفت. چون بدون آنکه سرخم کنم سر سوسیس با لبهای داغم تماس گرفت. به پایین که نگاه کردم سوسیس را در ارتفاع کمرم نگاه داشته بودم. دیدم که سر دیگر سوسیس دارد به کفشهایم میرسد. بعد که سوسیس را با هر دو دست بالاتر آوردم دیدم که این یک سوسیس کاملا معمولی است و فهمیدم این خودم هستم که آب رفتم که در این 10 ساله اخیر کوتاه‌تر شدم. به خانه که رسیدم 200-300 تایی کتاب از جلوی آشپزخانه کنار زدم و جایی را که با مداد کپی بر در علامت زده بودم که در تاریخ‌های مختلف طول قامتم را نشان میداد پیدا کردم. بعد کتابی برداشتم، پشت به چارچوب در دادم و کتاب را صاف روی سرم فشردم و بعد سر جایم چرخیدم و با مداد علامت دیگری بر چارچوب گذاشتم. با همان نگاه عادی میشد دریافت که در این 8 ساله اخیر به نسبت آخرین باری که طول قدم را اندازه گرفته بودم 9 سانت کوتاه‌تر شدم. چشمم به توده انبوه کتاب‌های روی سایبان بالای تختم افتاد و فهمیدم که به این خاطر قوزی شدم که مدام بار 2 تن کتاب بالای سر تخت خوابم را بر دوش می‌کشم. 35 سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می‌کوبم و اگر قرار بود از نو شروع کنم باز همین کار را در پیش می‌گرفتم. با این همه سالی 3-4 بار جوش می‌آورم. ناگهان فضا برایم تنگ می‌شود و زجر ناله‌ها، دشنام‌ها و مته خشخاش گذاشتن‌های رئیسم که انگار با بلندگو توی مغز و گوشم می‌کوبد زیر زمین را برایم به جهنمی تبدیل می‌کند. کاغذ باطله هایی که خیس و کپک زده تا سقف تل شده چنان تخمیر می شود و به گند می افتد که کود حیوانی پیشش گل و ریحان است. در اعماق زیرزمین من مردابی است که دارد می گندد و از آن حباب برمی خیزد. مثل حباب هایی که از تنه درختی در حال پوسیدن به سطح گنداب بیاید. ناچارم که گاهی بیرون بزنم، از پرسم باید گاهی فرار کنم ولی قصد هوای آزاد را ندارم. دیگر تحمل هوای آزاد را ندارم. هوای آزاد مثل سیگار هاوانا گلویم را می‌خراشد و به سرفه‌ام می‌اندازد. در نتیجه در حالی که رئیسم دست استیصال به هم می‌ساید و داد می‌زند و باران تهدید بر سرم می‌بارد، از زیرزمین خودم همینطور بی هوا راهی جستجوی زیرزمین‌ها و سردابه‌های دیگر می‌شوم. بیشتر اتاقک‌های سوخت‌اندازی حرارت مرکزی ساختمان‌ها را دوست داشتم که در آنها مردانی با تحصیلات عالی مثل سگی که به لانه‌اش به شغل‌های خود زنجیر شدند. مردانی که به صورت نوعی تحقیق جامعه شناسانه تاریخچه زمانه خیش را می‌نویسند و من از آنها بود که آموختم چگونه طبقه متوسط تحصیل کرده و اهل مطبوعات نزول کرد. چطور طبقه کارگر از اعماق به سطح اجتماع آمد و طبقه نخبه و دانشگاه دیده در مقام کارگر چطور ادای وظیفه می کند. بهترین دوستانم در بین این گروه 2 عضو سابق آکادمی علوم هستند که کارشان به فاضلاب شهر مربوط می شود و این 2 نفر درباره فاضلاب و مجراهای چپندرقیچیش در زیر شهر پراگ گزارش محققانه‌ای نوشتند. از آنها بود که آموختم جریان مدفوعی که شنبه‌ها وارد مرکز تصفیه فاضلاب ناحیه پدبابا می شود با نوع مدفوعی که دوشنبه‌ها وارد همین مرکز می شود تفاوت اساسی دارد. و نوع محتوی فاضلاب‌ها هر روز چنان با روز دیگر فرق دارد که در رابطه با جریان فاضلاب‌ها و نوع آنها می شود نموداری ترسیم کرد. مثلا در ارتباط با
فراز و فرود جریان کاپوت‌ها در شبکه فاضلاب‌ها میتوان به طور متوسط تعداد دفعات مباشرت را در نواحی مختلف پراگ مشخص کرد. ولی در بین تمام اطلاعاتی که از این افراد آموختم، آنچه بیش از هر چیز در من اثر کرد این قضیه بود که در فاضلاب‌های شهر بین موش‌های سفید و خاکستری جنگی بسیار شبیه به جنگ‌های انسانی مدام در جریان است که هرچند همیشه به پیروزی مطلق موش‌های درشت خاکستری ختم می‌شد، ولی آنها را باز به دو گروه مجزا، دو طایفه متضاد، دو فرقه موش بسیار منسجم و سازمان دیده تقسیم می‌کرد. دو فرقه‌ای که در همان لحظه برای کسب تفوق بر فاضلاب‌ها در نبرد مرگ و زندگی در سراسر کانال‌های فاضلاب زیر پراگ درگیر بودند. جنگ بزرگ موشا برای به دست آوردن حق مالکیت مطلق بر تمامی زباله‌هایی که در فاضلاب‌ها جریان داشت. از دوستان فاضلاب کار آکادمیسیانم آموختم که همچه که جنگ حاضر به پایان رسید، جبهه برنده مثل گاز و فلز و همه مواد عالی به دو اردوی از نظر دیالکتیکی متعارض تقسیم می شوند. مبارزه دوباره در زندگی تحرکی ایجاد می کند. میل به حل و فصل این درگیری لحظه به لحظه نوعی توازن ایجاد می کند و دنیا در شکل و حرکت کلی خود حتی یک لحظه هم لنگ نمی زند. حالا می فهمیدم که رامبو حق داشت که گفت جنگ روح همانقدر وحشتناک است که جنگ مسلحانه. حالا مفهوم واقعی این کلام بیرحمانه مسیح را در میافتم که برایتان صلح نیاوردم، شمشیر آوردم. با دیدار از زیرزمین‌ها و اطلاع از وضع فاضلاب‌ها به خودم تسکین می‌دادم. منی که خلاف اراده‌ام و ناخودآگاه دانش آموختم، همیشه از این کلام هگل حیرت می‌کردم که می‌گفت تنها چیزی که در جهان جای هراس دارد وضعیت متحجر است، وضع بی تحرک احتضار، و تنها چیزی که ارزش شادمانی دارد وضعی است که در آن نه تنها فرد که کل جامعه در حال مبارزه‌ای مدام برای توجیه خویش است، مبارزه‌ای که به وساطت آن جامعه بتواند جوان شود و به اشکال زندگی جدیدی دست یابد. سرگشته در خیابان‌های پراگ در راه بازگشت به زیرزمین خودم چشم‌های اشعه ایکسم را به کار انداختم و از ورای پیاده‌روهای شفاف به درون مجرای فاضلاب چشم دوختم. در آنجا فرماندهان موش را دیدم که دارند برای قوای موش‌ها طرح عملیات جنگی می‌ریزند. ژنرال‌ها در واکی‌تاکی‌هایشان با تحکم فرمان می‌دهند که فشار در کدام جبهه باید تشدید یابد. گوشم به صدای خرت خرت جویدن دندان موش‌ها زیر پایم در اندیشه اندوه ساختار جهان به راهم ادامه دادم. و هنگامی که از پشت پرده اشک به بالا نگاه کردم، چیزی دیدم که هرگز بهش توجه نکرده بودم. یعنی نمای ساختمان‌ها، جبهه تمام بناها، از دولتی گرفته تا خصوصی، و من همه را حالا تا انتهای لوله‌های ناودان می‌دیدم. آینه نمودار همه آن چیزی بود که هگل و گوته رویایش را در سر پرورانده بودند. یونان در وجود ما، آن روح و خصوصیت زیبای هلنی همچون نمونه و هدف. ردیف ستونهای دوریک را و کانالهای کتیب پوش را، ستونهای کورنیتی را با تزیین شاخ و برگشان دیدم، ستونهای رومی و یونی را با پیچک‌ها و استوانه‌های فاخرش، گچبری‌های گلارا را دیدم و دهلیزهای معبدواره را. ستونهایی دیدم به شکل مجسمه‌های پوشیده زنان و طارمی‌هایی را که تا لب بام ساختمان‌ها می‌رسید و در سایه‌شان گذر کردم. در محله‌های فقیرانه‌تر شهر نیز همه اینها را دیده بودم. یونان که نقش خود را حتی بر عادی ترین بناها به جا نهاده بود، بر طاقی سردرهایی که مزین به پیکره زنان و مردان برهنه و غنچه و شاخ گیاهان بیگانه بود. به راه هم ادامه دادم.
همچنان به فکر نکته‌ای بودم که سوخت‌اندازهای دانشگاه دیده به من گفته بودند. اروپای شرقی از بیرون دروازه‌های پراگ آغاز نمی‌شود، بلکه نقطه شروعش جایی در حوالی آخرین ایستگاه راهن سبک آمپیر در گالیتسیا است. در دورترین حدود سه گوشه سردر یونانی مزین یونانی و درگیری و پیوند پراگ با یونان، از سطح نمای ساختمان‌هایش به مراتب عمیق‌تر است. پیوندی است در مغز سر ساکنان پراگ، زیرا که دبیرستان‌های کلاسیک و دانشگاه‌های علوم انسانی ما جمجمه میلیون‌ها چک را با روم و یونان انباشتند. در همان حال که فاضلاب‌های پراگ میدان جنگی بی‌معنی بین دو سپاه موش هاست، زیرزمین‌هایش محل کار فرشتگان ساقط است. مردان دانشگاه دیده‌ای که در نبردی که هرگز درش نقشی نداشتند شکست خوردند و با وجود این در کار پیشرفت به سوی تصویر روشن‌تری از جهانند. به زیرزمین خودم که برگشتم و موش‌های کوچکم را که دیدم که ورجه کنان به استقبال من می آیند و به من خوشامد می گویند، فکرم متوجه دریچه‌ای شد که در کف چاه آسانسور حمل بار نصب شده بود و به فاضلاب باز می شد. از نردبان تا انتهای چاه پایین رفتم و به خودم جرأت دادم دریچه را گرفته کشیدم و باز کردم. بعد زانو زدم و به صدای فشفش جریان آب، هلهله سیفون کشیده شده توالت ها، قلقل آهنگین دستشویی ها و جریان کفالود وان حمام ها گوش سپردم، طوری که آدم به صدای هجوم امواج کوچک دریا و آبهای شور گوش بدهد. بعد خوب گوش تیز کردم و در ورای همهمه امواج طنین داد و فریاد موشهای جنگاور را شنیدم. صدای خرت خرت جویدن گوش، زجه و هلهله و تپ تپ بدنهایی دست به گریبان را، صداهای دوردست. ولی می‌دانستم که کافیست دریچه هر فاضلابی را در هر نقطه از شهر بردارم تا قدم به قلب مبارزه مرگ و زندگی بگذارم. در همه جای شهر نبرد موشان ادامه داشت. آن به اصطلاح جنگ نهایی که باید به هلهله تحسین و شادمانی عظیم ختم می‌شد و آن شادمانی که فقط تا لحظه‌ای دوام می‌آورد که بهانه‌ای تازه برای آغاز جنگ جدیدی یافت می‌شد. دریچه را سر جایش گذاشتم و به سر کارم برگشتم، غنی از این دانش که در همان لحظه در تمامی کانال‌های فاضلاب شهر نبردی سبعانه جریان دارد. فکر کردم که حتی اگر آسمان موشها هم عاری از هر گونه عاطفه‌ای باشد، من چگونه میتوانم عاطفه داشته باشم؟ منی که 35 سال است دارم کاغذ باطل روی هم میکوبم و در پی این همه سال زندگی در زیر زمین خودم هم کم کم دارم به موشها شباهت پیدا میکنم. هرچند پشت دفتر رئیسمان دوش حمام هست، حمام کردن را دوست ندارم، چون که اگر حمام کنم فوراً مرضی چیزی میگیرم. چون با دست کار میکنم و در رعایت نظافت نباید افراط کنم. دستهایم را تا شب و پایان کارم نمیشویم، چون که اگر در طی روز دستهایم را چند بار بشویم کف دستم ترک برمی‌دارد. فقط بعضی وقتها که آرزوی شباهت با رب و نوع زیبایی یونانی به من دست می‌دهد، یک پا و شاید حتی گردنم را میشویم. هفته بعدش پای دیگر و یک دست و بازویم را میشویم و موقعی که جشن مذهبی بزرگی در پیش باشد سینه و هر دو پایم را. ولی در این جور موارد باید پیشاپیش داروی ضد آلرژی مصرف کنم، وگرنه دچار تب ناشی از آلرژی میشوم، حتی اگر در قلب زمستان باشد.